ما بسیار شاد هستیم که امروز شهزاد حفیظов ما رو همراهی کردند. یکی از کلیپ های شما در شبکه یوتیوب 5.5 میلیون از نظر گذرانده شده است. این واقعا هم بسیار است. بی خانم بیتی به پایان بی خانم برای مردمی بدخشان بی خانم. شما چگونه سرآینده شدید و این رو چگونه انتخاب کردید؟ محمد جان می‌دونید یکم استاد من یک تا گیتار که سر کردیم سروده یکی خودتون یک بار یاد گرفته رفتید. اپام جمع کردن که نکن این کار رو وای نکن راضی نبودن. از 15 سالگی شما در طرابخانه و سرود میخونید. اكون سیوز سال 78 ما گشتگی نه لیکن کمتر هم آخرش بوده. از همه زیاد تو چند ساعت شما زنده خوندید؟ همین 12 ساعت بود خوندم. 12 ساعت؟ ذهنی من همین چیز که پخته شد که پدرم کار میکردن. وقتی که من چیکار رفتم گیتار رو یاد گرفتم سرود مبارک شد دل نظر رو کسیتش مونده دیدول نواخته خیلی چیزا رو همشه وقت برای چی شما سرودی خلقی نمیخونید؟ یگان فناگرام نشدگی. یعنی زمان قریب که شما ترانه‌های مؤلفه ایجاد نکرده استودید. برای چی؟ همین موزیکانت من 6 تا سرونه من هسته. همین چیز بدل آدم نمیزند مثلا هر روز سرود خوندن. فقط آوازم نگیرد و گیتارم باشد دو تا سرود من خوانده هم موزیکان کردیم همون پول کار میکنید و به هم همون خودمان ریسک میتیاد. همین زمان شما توی نمیروید. من همین کارم توی به توی نمیبیام چون که من کار خودم به همین گیتار گلی مخلص جمع کردم ده. یک روز زندگان تو رو هم یاد میکنند قدری تو رو شناخته فریاد میکنند قدری تو رو شناخته فریاد میکنند در زندگی به نام تو تهمت نوشتگان با نام تو لطیفه ها ایجاد میکنند با نام تو لطیفه ها ایجاد